کار ما نبود، کار ما بود. اپیزود 5، ارتش 2 نفره. عزیزای شنونده، برای شنیدن هر کدوم یک از اپیزودهای این پادکست باید 8-9 دقیقه اول اپیزود 1 رو شنیده باشید. اگر نشنیدید پیشنهاد میکنم اونو بشنوید و بعد برگردید. علیرضا جوونیه تو اوایل دهه 4 زندگیش. چهره‌ای خاص و جذابیتی نه چندان زیاد. قدش بلند و ابروهاش ضخیم. پوست سبز و زخماش به وضوح از زندگی سخت و پر از دعواهایی که پشت سر گذاشته حکایت میکنه. علیرضا با قدم‌های آهسته به جلو میره. دکتر به اکسیرها اشاره میکنه و با لحنی آرام و دقیق میگه با دقت نگاه کن و با احتیاط انتخاب. علیرضا که هنوز کمی درگیر افکار خودشه با دقت به شیشه ها نگاه میکنه. بعد از دقایقی سکوت با صدای بلند و لحنی خاص میگه خانم دکتر، اکسیر غیب شدنه رو میخوام. دکتر مثل همیشه از علیرضا میخواد متن زیر اکسیر رو با دقت بخونه. غیب شدن. این اکسیر به شما توانایی غیب یا نامرئی شدن را میدهد. البته این به معنی ناپدید شدن نیست. شما هنوز در همان مکان حضور دارید، اما دیگران نمیتونن شما رو ببینند. توجه داشته باشید که اگر شیء کوچک یا فردی رو لمس کنی، میتونی اون فرد یا شیء رو هم نامرئی کنی. معمولاً اثر این اکسیر چند ساعتی طول میکشه. علیرضا متن رو با دقت میخونه، بعد بدون لحظه درنگ اکسیر رو بر میداره و میره بالا. دکتر با نگاهی نگران بهش میگه وقتی میخوای از قدرتت استفاده کنی مراقب باش که تنها باشی. ممکنه این کار برای بقیه ترسناک باشه. علیرضا پوزخندی میزنه و با شوخی جواب میده ایوه خانم دکتر، غیب گفتی. وقتی که علیرضا قصد داشت سالن رو ترک کنه، یکی از داوطلبای دیگه جلوشو میگیره و میگه جناب میشه چند دقیقه صبر کنی؟ یه کار کوچولو دارم. علیرضا با تعجب میگه چی کار داری؟ یه درخواست دارم. فقط 2 دقیقه منتظر بمون. در همین حین خانم دکتر از نفر بعدی میخواد که جلو بیاد. نفر بعدی همین آدمیه که از علیرضا کمک خواسته. اسمش هادیه. برخلاف علیرضا چهره‌ای مرتب و آروم داره. به سرعت جلو میره و بعد از نگاه کردن به شیشه ها بدون معطلی یکی رو انتخاب میکنه. با سرعت از روش میخونه. عبور از اجسام. این اکسیر به شما توانایی عبور از دیوارها و اجسام میدهد. بدن شما با اختیار شما میتونه به موج تبدیل بشه که میتواند از هر چیزی عبور کند. اگر با کسی تماس فیزیکی داشته باشید، این توانایی رو میتونید به اون فرد هم منتقل کنید. هادی اکسیر رو میخوره و بلا فاصله میدوه سمت بیرون تا با علیرضا صحبت کنه. علیرضا منتظرش بوده. هادی به علیرضا میگه همونجور که گفتم میخوام کمکم کنی اگر ممکنه. به این داش من یه کار مهم دارم. ایشالله خدا روزی جای دیگه بهت بده. هادی که جواب نه رو نمیتونه قبول کنه. از لحن علیرضا متوجه میشه که واقعا کار مهمی داره. جواب میده کار مهمتون چیه؟ اگه فضولی نیست البته. میخوام داشتم از زندان فراری بدم. هادی بدون معطلی میگه خیلی خب، منم کاری دارم که خطرش از کار تو کمتر نیست. میخوای با هم همکاری کنیم؟ علیرضا یه نگاهی به چهره هادی میکنه و میگه قیافت خلاف ملاف نمیخوره. گرفتی ما رو؟ نه جناب، دروغی ندارم. ببین من خونم همین نزدیکی است. بیا بریم خونه من تنهام. اگه دیدی که با هم بهتر میتونیم کار کنیم که چه عالی. اگرم نه یه شب رو مهمون من باش. فردام خودم هر جایی گفتی میرسونمت.
علیرضا که جایی برای موندن نداشت قبول میکنه و با هم میرن به سمت خونه هادی. به محض ورود یه چیزی چشم علیرضا رو میگیره. با تعجب میگه همه اینا مشروبن؟ هادی میخنده و میگه آره، گفتم که ظاهرم شاید کمی مثبت باشه، ولی خب ما هم کار خودمون رو داریم. بیا یه کار کنیم. تو اتاق لباس راحتی هست، تا لباساتو عوض کنی منم یه دوش میگیرم و بعد با هم میشینیم یه مشروب میزنیم. موافقی؟ علیرضا با خوشحالی میگه حل داش، فقط یه سوال، شرمنده تومون کردی نداری؟ هادی میخنده و میگه نه متاسفانه، ولی شلوار راحتی زیاد هست، ولی نه راحت به اندازه تون کردی. هادی میره دوش بگیره و علیرضا میره تو اتاق تا لباس عوض کنه. در همین حین که تنهاست با خودش میگه که بذار ببینم این قدرت چجوریه. خودشو غیب میکنه، تو آینه نگاه میکنه و میبینه که خودشو نمیبینه. حس عجیبی بهش دست میده. دستشو به صورتش میزنه و با تعجب میگه جل الخالق، راستی غیب شدم و به حق چیزایی ندیده. در همین حین هادی زیر دوشه و وقتی میخواد شامپو برداره ناخواسته دستش از شامپو رد میشه. با تعجب به دستش نگاه میکنه. دوباره امتحان میکنه. بازم هیچی. متوجه میشه که قدرتش خودش رو نشون داده. ولی توقع داشت که کنترلش کاری نداشته باشه. همون زیر دوش تمرین میکنه تا بهتر کنترل قدرتش رو به دست بگیره. بعد از هموم 2 جام شیشه‌ای برمیداره و چند تا تیکه یخ با یه شیشه مشروب. به اتاق پذیرایی میره و به علیرضا میگه برای شروع خوبه؟ علیرضا با پوزخند میگه از عرقسگی که به نظر بهتره. شروع میکنن به نوشیدن و با یه موزیک و یه سلامتی به مرور یخ رابطه شکسته میشه و صحبت‌ها یواش یواش بیشتر و بیشتر میشه. هم هادی هم علیرضا کاری که میخوان انجام بدن به شدت غیر قانونی و هر دو ترجیح میدن طرف مقابل اول کاری که میخواد انجام بده رو بگه. با چند پیک بعدی هادی جرأت کافی رو پیدا میکنه و از اونجایی که میدونه علیرضا میخواد چی کار کنه بهش میگه تقریباً 1 ماه پیش من و رفیقم با چند نفر دیگه یه زیرخاکی پیدا کردیم. یه زیرخاکی درست و حسابی، یه عقاب طلا و 2 تا کوزه پر از سکه‌های دوره اشکانی. اما وقتی زیرخاکی پیدا شد اون عوضی‌ها با اسلحه اومدن بالای سرمون. دست و پای من و رفیقم رو بستن و ما رو همونجا ول کردن و رفتن. علیرضا اون حرومیه کیا بودن؟ آخه واس چی با آدمی که نمیشناختی شریک شدی؟ هادی که از دست خودش عصبانی ادامه میده آشنای یکی از آشناهای همین رفیقم بودن. جای زیرخاکی رو اونا پیدا کردن. اما برای محل دقیقش به تجهیزات نیاز داشتن. اینجاست که من وارد قضیه شدم. الان نه میتونم شکایت کنم نه زورم بهشون میرسه. همه اینا به کنار. الان قضیه برای من شخصی شده. باید دهنشون رو سرویس کنم. برای همین به شما و تواناییت نیاز دارم. جان من به هم کمک کن تا انجامش بدیم. موفق بشیم 50 من، 40 تو، 10% هم اون رفیقم. علیرضا که توقع همچین چیزی نداشت جا میخوره و میگه حالا چند میارزه این گنج؟ هادی هم جوری که انگار مبلغی نیست میگه حدوداً 100-120. آخه با 100 میلیون اینقدر به خودت فشار میاری؟ هادی میخنده و میگه میلیارد. علیرضا دهنش وا میمونه. بعد از کمی مکس مینم اگه کمکت کنم نزدیک 40 میلیارد کاسب میشم. داش بی خیال. آره داداش 40-50 میلیارد کاسب میشی. فقط باید دست به جنبونی. چون اون احمقا هنوز نتونستن مشتری پیدا کنن.
اما به زودی پیدا میکنن. هرچند میدونم اینقدر احمقن که شاید گنج و 1/10 مبلغی که گفتم بفروشن. اگه اینجوریه من پایم. حالا هادی از علیرضا میخواد که بهش بگه اون چجوری میخواد داداشش رو فراری بده و این که اصلاً چرا داداشش زندانه. علیرضا که حالا کاملا مست شده و از طرفی با شنیدن برنامه هادی کمی خیالش راحت شده که میتونه بهش اعتماد کنه، بهش میگه همونی که گفتم، میخوام داداشم از زندان فراری بدم. چیکار کرده داداشت؟ جرمی انجام نداده، ولی خب محکوم شده به قتل. چند ماه دیگه هم میکشنش بالا. هادی بد جوری جا میخوره. با ترس میگه رضایت نمیتونی بگیری؟ نه بابا، رضایت بده نیستن. خب اگه این کار من حل بشه پول خوبی میاد دستت. اینجوری میتونی رضایت بگیری. اینقدر خرپولن که به این چیزا راضی بشو نیستن. قصد جسارت ندارم ولی مطمئنی داداشت کاری نکرده؟ لابد با دیدن قیافه و طرز صحبت من فکر میکنی داداشم هم مثل منه. اما داش کوچیکم کامل برعکس منه. من دعوایی، اون آروم. من از مدرسه فراری، اون رتبه اول دانشگاه. من اهل مشروب و دود، اون اهل کوه و ورزش. خب چرا محکوم شده؟ بد شانسی. با 2 از دوستای دانشگاهش میرن کوه نوردی. توی مسیر داشتم با یکی از اون رفیقاش شروع میکنه به بگو مگو سر یه مسئله بی خود. دوست خدا بیامرزشم ول میکنه که بره. داشتم میره دنبالش تا از دلش در بیاره. سرتو درد نیارم. رفیق خدا بیامرزش پاش میلغزه و زارتی از کوه میفته پایین و درجا جون میده. از بدشانسی داشتم رفیق اون یکیشم که اونجا نبوده و چیزی ندیده. بعدشم به خاطر اون بحثای قبلی مامورا بهش مشکوک میشن که شاید داشتم اونو هل داده. ادامه‌شم که دیگه اهمیتی نداره. هادی، میدونم چی میگی، ولی خب از قدیم گفتن آدم بیگناه پای چوبه دار میره ولی بالای دار نه. این حرفا رو آدما زدن تا خودشون خانواده‌شون رو آروم کنن. وگرنه داشت تا دلت بخواد آدم بیگناه رفته بالای دار. حالا برنامه چیه؟ هیچی. غیب میشم میرم تو بند، دستمو میذارم تو دستش، اونم غیب میشه. از زندونم میزنیم بیرون. به همین راحتی. فکر نمی کنی موقع فرار ممکنه مشکلی پیش بیاد؟ وقتی داداشت ببینه غیب شدی غش کنه، یا وقتی رفتی پیشش در بند بسته باشه و اونجا گیر کنی؟ علیرضا که چندان به این قضایا فکر نکرده بود سکوت میکنه. هادی ادامه میده تو قراره به من کمک کنی، منم کمکت میکنم. اینجوری کار جفتمون راحت تر میشه. از قبل برنامه‌شو میچینیم، ولی باید یه قولی بهم بدی. چه قولی؟ میخوام بهم قول بدی که واقعاً داداشت بیگناهه. به جون مادرم قسم میخورم. به شرف. کافیه. نیازی نیست ادامه بدی. حرفت قبوله. من دیگه خوابم گرفته. بذار امشب رو بخوابیم. فردا برنامه‌شو میچینیم و بعدش هم میریم برای اجرا. هادی اتاق مهمون رو نشون علیرضا میده و خودش هم میره میخوابه. فردای اون روز جفتشون کمی گیج و منگ به خاطر دیشب از خواب بیدار میشن. صبحونه‌ای میخورن و بعدش هادی به علیرضا میگه اول برنامه تو رو اجرا میکنیم، بعد نقشه منو. امروز برو ملاقاتی داداشتو بهش شرایط رو بگو. فقط حواست باشه. باید کاری کنی که باور کنه میتونی بیاریش بیرون. از طرفی هم کاری نکن یهو غش کنه. بعد برنامه رو بچین برای همین امشب حدودای 7:30-8. منم میرم سر وقت کار خودم و مطمئن میشم که همه چی مهیا باشه برای اجرایی کردن برنامه. علیرضا میره ملاقات طاها برادرش و بهش در مورد نقشه امشب میگه.
طاها اول فکر میکنه علیرضا دیوونه شده. اما علیرضا وقتی که مطمئن میشه کسی حواسش بهشون نیست، به طاها میگه نترس، فقط نگاه کن. دست راستشو جلوی طاها غیب میکنه. طاها شوکه میشه که چی شده. گفتم نترس، همه چی حله. فقط حدودای 1 به 8 برو دستشویی، اونجا میبینمت. در همین حین هادی هم به آدرس دزدای گنجش میره و اطراف رو چک میکنه. شب فرا میرسه. با ماشین هادی تا 1-2 کیلومتری زندان میرن و بعد پیاده میشن. نقشه رو با هم مرور میکنن. اما بعد بارون میگیره، چیزی که هادی فکرشو نکرده بود. دستای همو میگیرن و جفتشون نامرئی میشن. به دیوار زندان که میرسن، به خاطر قابلیت هادی جفتشون به راحتی از دیوار عبور میکنن. توی محوطه زندان که راه میرفتن، با وجودی که هیچکی اونا رو نمیبینه، اما جفتشون بد جوری ترسیدن. یه لحظه در حین راه رفتن، هادی پاش گیر میکنه به یه سنگ و با هم میخورن به زمین. جایی که پر از آبه. صدای آب نگهبانی برج رو متوجه خودش میکنه. ناگهان نور شدیدی به صورتشون میخوره. همه چی تموم شد.